به نام خدا. سلام به همه اهالی طلوع. من ویدا مهرابی هستم، یه طلوعی پرسشگر که قرار امشب با هم به گفتگو بشینیم. ما توی مرکز نوآوریمون به این نتیجه رسیدیم که قبل از اینکه وارد هر کاری بشیم باید خودمون رو به چالش بکشیم، یعنی توی زیستبوم نوآوری سرک بکشیم و با مفاهیم و کارکردها و بخش‌هایی که داره آشنا شیم. به همین منظور از جناب مهندس رضا رضوانی که رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان طلوع شرق و همچنین یه طلوعی کاربلد هستن دعوت می‌کنیم تا در اولین گپ طلوعی که داریم با ما به گفتگو بشینن و به سوالات ما پاسخ بدن تا با این زیستبوم و کارکردها و سایر بخش‌های اون آشنا شیم. پس با ما همراه. اولین سوالی که من از شما دارم اینه که اصلا نوآوری یعنی چی؟ چه مفهومی داره؟ نوآوری به لحاظ لغوی به معنای ایجاد و ارائه یک چیز جدید هست. معادل لاتینش هم واژه اینویشن هست که خودش از ریشه اینوور گرفته شده. وقتی قرار هست این مفهوم رو در کانتکست مدیریت تکنولوژی مطرح کنیم و در واقع به نوعی تعریفش کنیم، به لحاظ ماهیت این حوزه که خب زیر مجموعه مدیریت و نهایتاً علوم انسانی هست، به تناسب رویکردهای صاحب نظران مطرح این حوزه تعریف متعددی رو میتونیم پیدا کنیم. از نظر منشأ ایجاد ما با یک توانمندی ذهنی به نام خلاقیت مواجه هستیم که خب البته باز اون خودش هم از منظر مکاتب مختلف روانشناسی تعریف متعددی رو داره، ولی منظور ما از خلاقیت تلویحاً توانمندی ذهنی است که منجر به کشف میشه. این خلاقیت وقتی در یک حوزه از علم ظهور و بروز پیدا کنه به یک اکتشاف علمی تبدیل میشه. اگر در ساخت و ارائه یک کالا یا یک فرایند ظهور و بروز پیدا کنه یک اختراع رو خواهیم داشت که البته کیفیت و کلاس خلاقیت در اینجا معمولاً جهانی هست. اگر خلاقیت در هر مرحله از زنجیره طراحی تا ارائه محصول به بازار و نهایتاً خلق ثروت ظهور و بروز پیدا کنه، اینجا نوآوری داریم. و البته الزامی نیست که خلاقیت در سطح جهانی مطرح بشه. میتونه در سطح سازمان، شهر یا کشور این نوآوری با کیفیت‌های متفاوت ظهور پیدا کنه. یک تعریفی رو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون اروپا مطرح کرده از نوآوری که میگه نوآوری پیاده‌سازی یا بهبود یک محصول، کالا، ایده و یا روش جدید بازاریابی یا یک روش سازمانی جدید در امور تجاری، محیط کاری و روابط درون سازمانی یا خارج سازمانی هست. خب این تعریف در واقع داره دامنه وسیع نوآوری و موارد تحت پوشش اون رو نشون میده و ما به صورت کلی میتونیم یک تفاوتی رو مطرح کنیم در مورد نوآوری و اختراع که همونطور خدمتتون گفتم در اختراع اون کلاس جهانی عموما مطرح هست، در نوآوری الزامی برای این نیست. ثانیاً نوآوری در هر مقطع زنجیره تبدیل دانش به خلق ثروت مفهوم پیدا میکنه، اما اختراع ضرورتاً در همون مقطعی ظهور پیدا میکنه که قرار هست کالا یا یک فرایندی در واقع ایجاد بشه. متشکرم. سوال دومی که دارم اینه که خب ما این روزا خیلی واژه اکوسیستم یا همون زیستبوم توی فضای استارتاپی به گوشمون خورده. سوال من اینجاست که زیستبوم یا اکوسیستم نوآوری به چه معنی؟ خب در یک تعریف ساده اکوسیستم نوآوری جامعه‌ای از سازمان‌ها، مؤسسات و افرادی هستند که در حالا نقش‌های مختلف مثل تولید کننده، عرضه کننده، مصرف کننده یا نقشه جانبی دیگه در تعامل با همدیگه هستند و با ایجاد هم‌افزایی محیطی رو برای توسعه ارزش‌های جدید از طریق نوآوری ایجاد می‌کنند. بسیار ممنونم. خب چه بازیگرانی این زیستبوم نوآوری رو تشکیل میدن؟ در حقیقت بازیگران کلیدی ما کدوم هستن؟ خب معمولاً بخش دولتی اثرگذاری بیشتری دارن نسبت به بقیه بازیگران و نقششون هم طبیعتاً کلیدی‌تر هست.
مثل مراکز دانشگاهی و حتی قبل دانشگاهی که اثرگذاری پایه‌ای دارن. خب پارک‌های علمی و فناوری، مراکز نوآوری، مراکز فنی حرفه‌ای، شتاب دهنده‌ها و انکوباتورها یا حتی بخش‌های کاملا خصوصی مثل شرکت‌های بزرگ یا افرادی که به هر حال به صورت سرمایه‌گذاران خطرپذیر شناسایی میشن، عموماً اثرگذاری کلیدی‌تری رو دارن نسبت به بقیه بازیگران. ممنونم. مرکز نوآوری ما به عنوان یکی از این بازیگرای اکوسیستم چه نقشی رو داره؟ خب یک مرکز نوآوری در واقع مرکزی هست که از یک یا چند تیم نوآور تشکیل شده که حالا با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های متقاضی محصول جدید در یک حوزه تخصصی و در چارچوب مشخص و حالا عموما در یک افق بلند مدت با هم همکاری دارن. این مراکز با هدف ایجاد یک اکوسیستم شامل استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران و مؤسسات آکادمیک فعالیت میکنند و در واقع بخشی از زیرساخت‌های نوآوری رو در قالب یک شبکه ایجاد میکنند. مرسی. تفاوت مرکز نوآوری با سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری مثل پارک ها، شتاب دهنده ها، تفاوت این دوتا با هم چیه؟ خب پاسخ به این سال البته یه قدری طولانی هست، ولی حالا به صورت کلی من اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، مرکز رشد یک نهاد پژوهشی و فناوری محسوب میشه که عمدتاً با ارائه خدمات حمایتی به واحدهای فناور نوپا یا تازه تأسیس کمک میکنه تا اون مراحل رشد خودشون رو طی کنن. خب معمولاً مراکز رشد مستقر در دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی هستند، مدیریت با تجربه و حوزه ستادی کوچک و چابکی دارند که به معمولاً واحدهای نوپا یا تازه تأسیس کمک میکنن. پارک ها مؤسسه پژوهشی و فناوری هستند که اون جریان توسعه فناوری رو بین دانشگاه، مؤسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار مدیریت میکنن و به نوعی اون رو به حرکت در میارن. خب پارک‌های علم و فناوری برای تأسیس یک سری نیازهای اولیه‌ای دارن که در نوع خودش خب قابل توجه هست. مثلا حداقل 5 تا دانشگاه دولتی و غیر دولتی توانمند باید در زمینه مرتبط با فعالیت پارک در منطقه وجود داشته باشه، یا حداقل 150 تا شرکت تولیدی و صنعتی و 50 شرکت تحقیقاتی و خدمات مهندسی فعال باید در منطقه وجود داشته باشه، یا حداقل 20 تا واحد فناور برای مشارکت در تأسیس پارک باید اعلام آمادگی کنن. خب پارک ها امکانات زیربنایی و تأسیسات شهری خاصی در منطقه در اختیارشون قرار میگیره. آزمایشگاه و کارگاه تخصصی توانمندی دارن که اینها در واقع پارک رو نسبت به بقیه در واقع اون بازیگران این حوزه متمایز میکنه. شتاب دهنده ها یک سازمان منسجم و مشخصی هستند که خب خصوصی هستند و اینها افراد و اون تیم هایی که طرح‌های نوآورانه و فناورانه رو دارند رو انتخاب میکنن و حالا تا یک دوره چند ماهه بهشون خدماتی مثلا از قبیل آموزش، مشاوره، فضای کاری، آشناییشون با سرمایه گذاران و موارد اینچنینی ارائه میدن بهشون. خب شتاب دهنده ها یک ساختار نسبتاً چابکتری رو نسبت به بقیه بازیگران دارند و از طرفی چون به بخش خصوصی در واقع مرتبط هستند، خب به هر حال از نظر بهره‌وری اقتصادی انتظار میره که شرایط بهتری رو نسبت به بقیه موارد داشته باشن. کمک دیگه‌ای که شتاب دهنده ها به افراد میکنن، افراد کارآفرین، این هست که خب میتونن یه شناختی رو به افراد بدن که این افراد کارآفرین در چه جایگاهی از اون فرآیند شکل‌گیری یک کسب و کار به سر میبرن. بسیار ممنونم. مرکز نوآوری تخصصی یعنی چی؟ خب مرکز نوآوری که در حوزه تخصصی فعالیت میکنه رو مرکز نوآوری تخصصی میگن.
حالا این حوزه تخصصی میتونه حوزه فناوری مشخص باشه یا یک جامعه هدف خاص باشه. مثلا وقتی گفته میشه مرکز نوآوری تخصصی دانش آموزی، عملاً جامعه هدف رو دانش آموزان تشکیل میدن و تمامی مسائل مختلفی که به نوعی با حوزه دانش آموزی مرتبط هست رو تحت پوشش قرار میده. متشکرم. و سوال آخری که دارم اینه که مرکز نوآوری تخصصی دانش آموزی در خارج و داخل ایران به چه صورته؟ خب ببینید، وقتی ما از مراکز نوآوری تخصصی در حوزه‌های مهندسی و علوم زیستی صحبت می‌کنیم، مفهوم و نقشه راه تقریبا واضحه. خب یک مسئله یا یک مشکل رو پیدا می‌کنن، سعی می‌کنن برای اون مشکل تو اون حوزه تخصصی راه حل پیدا کنن و ما تفاوت خیلی آنچنانی توی فعالیت‌های مراکز در تمام دنیا نمی‌بینیم. ولی وقتی وارد حوزه علوم انسانی میشیم، چون ماهیت این حوزه در واقع تکثر نظرات هست، مثلا برای در واقع همین حوزه تخصصی دانش آموزی ما افرادی رو داریم که لازم میدونن همچین مراکزی تو حوزه علوم انسانی تعریف بشن و فعالیت کنن. از طرفی هم در مقابل افرادی رو داریم که خیلی نقدهای جدی به این ماجرا دارن و اساسا مفاهیم موجود در علوم انسانی رو اصلا از جنس تولید فناوری یا چنین واژه‌هایی نمیدونن و به طور کلی ورود مباحث و مفاهیم علوم انسانی به این زمینه رو به این حوزه نقد میکنن و باهاش مخالف هستن. به همین خاطر ما چه در داخل و چه در خارج از کشور وقتی واژه‌هایی مثل کریتیویتی، اینویشن، استارتاپ رو در کنار حالا مفاهیمی مثل لرنینگ، ایژوکیشن و اینها قرار میدیم، اونطوری که در علوم مهندسی و زیستی در واقع باهاش سر کار داریم، به یک نتیجه واحد نمیرسیم و تفاوت‌ها کاملا مشخص. خب در دنیا عموما اون مباحثی که مربوط به آموزش و پرورش میشه و جامعه هدفش معلمین و والدین هستن، ذیل مراکز تخصصی آموزشی قرار میگیرن و سوال اساسی اونها این هست که خب حالا روش‌های آموزشی نوین و خلاقانه کدومها هستن، چه مواردی هستن. خب به تبع اون ما میبینیم که مدارس مهارت محور در برخی از کشورها هم به وجود اومده و فعالیت میکنن. به طور کلی این بخش از مباحثی که مربوط به دانش آموزان میشه و جامعه هدف مربی و والدین هست، زیر نظر دپارتمان هایی هستش که به طور تخصصی روی روش‌های آموزشی و پرورشی کار میکنن. البته مراکزی هم هستن که مستقیما جامعه هدفشون رو دانش آموزان قرار دادن که خب حالا رنج سنی 7 تا 18 سال رو تشکیل میدن و بیشتر تمایل دارن اونها هم از واژه کریتیویتی به جای اینویشن استفاده بشه و میبینید که بیشتر دنبال این هستن که دوره‌ها و به خصوص کمپ‌های تابستانه و پاییزه رو برگزار کنن که در اونها کودک یا نوجوان در وهله اول استقلال رو تجربه کنه و در حین تجربه استقلال به اون کشف بپردازه و معتقدن که کشف مسائل و کشف راه حل‌ها به پرورش خلاقیت و پرورش رفتار حل مسئله به شدت کمک میکنه. از طرف در داخل ایران هم مراکز تخصصی دانش آموزی تعدادشون خیلی انگشت شمار هست و عملاً مجموعه های نوظهورن که حالا تعاریف متفاوتی برای فعالیت خودشون دارن. در برخی موارد ما می‌بینیم اینها نزدیک به پژوهش‌سراهای دانش آموزی شدن، در برخی موارد نزدیک به شتاب دهنده ها دارن عمل میکنن. بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب رضوانی. ممنون از اینکه ما رو با الفبای زیست‌بوم نوآوری آشنا کردید و متشکر از توضیحات خوب و مفیدتون و مرسی از شما مخاطبین عزیز که همراه ما بودید. تا اینجا ما با توجه به توضیحاتی که جناب مهندس مطرح کردن سعی می‌کنیم توی گپ‌های طولویی بعدیمون با متخصصین و فعالان حوزه دانش آموزی به صورت تخصصی تر صحبت کنیم و این چالش‌ها رو بررسی کنیم. پس هفته دیگه همین روز و همین ساعت مهمون ما باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.